بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستانم. دکتر سفری هستم، داروساز. امروز میخوام با شما در ارتباط با داروهای بیماری پارکینسون صحبت کنم. پارکینسون یک بیماری عصبی پیشرونده است که عمدتاً بر حرکت تاثیر داره. این بیماری به علت تخریب تدریجی سلولای عصبی تولید کننده دوپامین در ناحیه از مغز به نام ماده سیا سابستانشیا نایگرا رخ میده. دوپامین یک ماده شیمیایی که نقش کلیدی در کنترل حرکت بدن داره. کاهش دوپامین باعث مشکلات حرکتی، لرزش و سفتی عضلات میشه. علل بیماری پارکینسون. علت دقیق پارکینسون مشخص نیست، اما عوامل متعددی میتونن در بروز اون نقش داشته باشن. ژنتیک اولیشه، محیط دومیشه، افزایش سن سومیشه و چهارمیش جنسیته که مردان نسبت به زنان بیشتر در معرض این بیماری است. علائم بیماری پارکینسون. علائم پارکینسون به تدریج ظاهر میشه و در ابتدا ممکنه نامحسوس باشه. از جمله مهمترین علائم میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم: لرزش، کندی حرکت، سفتی عضلات، اختلال در تعادل و هماهنگی و اختلالات گفتاری و نوشتاری. تشخیص بیماری پارکینسون. در حال حاضر هیچ آزمایش خون یا آزمایشگاهی برای تشخیص موارد ژنتیکی غیر ژنتیکی پارکینسون وجود نداره. پزشکان معمولاً با گرفتن سابقه پزشکی فرد و انجام معاینه عصبی بیماری رو تشخیص میدن. اگر علائم پس از شروع مصرف دارو بهبود یابه، نشانه دیگری که فرد مبتلا به پارکینسونه. درمان پارکینسون. درمان قطعی برای پارکینسون وجود نداره، اما روش‌های درمانی متعددی برای مدیریت علائم بیماری وجود داره که شامل دارودرمانی، جراحی و تغییرات سبک زندگی. داروی پارکینسون عمدتاً به منظور افزایش سطح دوپامین در مغز و یا تقویت عملکرد اون طراحی شدن. اولین مورد و مهمترینشون لوودوپاس مکانیسم عملش هم که در مغز به دوپامین تبدیل میشه و به کاهش علائم حرکتی مانند لرزش و سفتی کمک میکنه. معمولاً همراه با کاربیدوپا تجویز میشه تا از تجزیه زودهنگام لوودوپا در خارج از مغز جلوگیری کنه. عوارض جانبیش هم حالت هوا، فشار خون پایین و حرکات غیر ارادیه. مهار کننده‌های مونوآمین اکسیداز ب. داروهای این دسته شامل سلژلین و رازاژلین است. مکانیسم عملشون هم که این داروها آنزیم مونوآمین اکسیداز ب رو که باعث تجزیه دوپامین میشن مهار میکنن و به این ترتیب سطح دوپامین در مغز رو افزایش میدن. عوارضش هم شامل تهوع، سردرد، بیخوابیه. آگونیست‌های دوپامین. داروهایی مثل پرامیپیکسول و روتیگوتین میشه ازش نام برد. عوارض جانبیش هم که خواب‌الودگی، توهم، رفتارهای غیر ارادیه. مکانیسمش هم که به طور مستقیم به گیرنده‌های دوپامین متصل میشه و اثرات دوپامینی رو تقلید میکنه. مهار کننده‌های کاتکول او متیل ترانسفراز. داروهای مهمش انتاکاپونه و توکاپونه. مکانیسم عملش هم که این داروها آنزیم کاتکول او متیل ترانسفراز رو مهار میکنن که باعث تجزیه لوودوپا میشه. این داروها معمولاً همراه با لوودوپا تجویز میشن تا اثر اون رو افزایش بدن. عوارضش هم که
اسهال و خواب آلودگی و حرکات غیر ارادی. آنتیکولینرژیکا دارویی مثل بنسروپین، تریهگزیفنیدیل و بیپریدین میشه ازشون نام برد. مکانیسم عملشون هم که این دارو با کاهش اثرات اسیتیلکلین به کاهش لرزش کمک میکنن. عوارض جانبیش هم گیجی، خشکی دهان و یبوسته. آمانتادین مکانیسم عمل این دارو در ابتدا به عنوان داروی ضد ویروس معرفی شد، اما نشان داده شد که در کاهش علائم پارکینسون به ویژه دیسکنزی ناشی از لوودوپا مؤثر. عوارض جانبیش هم تهوع، اضطراب، کبودی در پوسته. سایر روش‌های درمانی: تحریک عمقی مغز. در این روش الکترودهایی در مناطق خاصی از مغز کاشته میشه که از طریق تحریک الکتریکی به کاهش علائم حرکتی کمک میکنه. این روش برای بیمارانی که به دارو پاسخ کافی نمیدن یا دچار عوارض جانبی جدی از دارو هستن توصیه میشه. دومین مورد فیزیوتراپی و کاردرمانی. تمرینات فیزیکی و فیزیوتراپی میتونن به بهبود تعادل، هماهنگی و دامنه حرکتی کمک کنن. کاردرمانی نیز به بیماران در انجام فعالیت‌های روزانه کمک میکنه. سومین مورد گفتار درمانی. برای کمک به بهبود مشکلات گفتاری و بلع که در بیماران پارکینسون شایع است کمک میکنه. چهارمیش هم تغییر سبک زندگی. رژیم غذایی سالم، ورزش، تقویت عضلات و یوگا و تمرینات کششی، خواب منظم، مدیریت استرس میتونه به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کنه. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.